خب سلام، خیلی خوش اومدید به سومین قسمت از بخش بیسیک دوره دژاوو فیکس. توی این قسمت میخوایم به کندل استیک ها بپردازیم. بخش کندل استیک رو بنده به دو قسمت تقسیم کردم، پارت اول و پارت دوم. توی پارت اول به تئوری مباحث میپردازیم که اصلا کندل استیک چیه، از کجا به وجود اومده، چه استفاده‌ای داره، چه چیزایی رو ازش به دست میاریم و کلا با بیسیک هاش آشنا میشیم. و توی پارت دوم خیلی تخصصی تر در مورد این که اصلا نواحی مهم روی کندل استیک ها چیه، چه استفاده هایی برای ما میتونه داشته باشه، تفاوت بین کندل ها و غیره رو قرار یاد بگیریم. توصیه میکنم که خیلی سریع از این بخش عبور کنید اگر در واقع آلردی میدونید که چی به چیه و اینکه خب تریدر هستید. این بخش خیلی بخشی نیستش که به کار شما بیاد، ولی توی پارت دوم مفاهیمی که صحبت میکنیم شاید مفاهیمی باشه که دونستنش برای همه خوب باشه. کندل استیک ها یک نوعی از چارت دیسپلی هستن که در واقع برای ما سقف، کف، اوپن و کلوز رو به نمایش میذارن. در واقع های لو، اوپن و کلوز رو توی یک بازه زمانی مشخص برای ما به نمایش میذارن. اگر توی تایم فریم های مختلف بریم، کندل استیک ها در واقع با هم تفاوت دارن. کندل استیکی که توی تایم 5 دقیقه برای ما تشکیل میشه مدت زمان 5 دقیقه رو برای ما به نمایش میذاره و کندل استیکی که توی تایم فریم 15 دقیقه برای ما تشکیل میشه مدت زمان 15 دقیقه و همینطور توی تایم فریم 1 ساعته به مدت 1 ساعت و غیره رو نشون میده. در واقع این چی رو به ما میگه که آقا هر کندل استیک توی تایم فریم های مختلف، مثلا 15 دقیقه رو اگر در نظر بگیریم، از زمان شروع تشکیل یک کندل استیک تا زمان شروع در واقع تشکیل شدن کندل استیک بعدی 15 دقیقه طول میکشه. کندل استیک ها تاریخچه‌شون رو اگر بخوایم بخونیم و بدونیم از کجا اومدن، بدونیم اصلا این چیه و از کجا اومده، توی زمان گذشته چینی ها برای مبادله برنج ازشون استفاده میکردن و خب تاریخچه خیلی طولانی داره و اینکه جالبیش اینه که خودش به نوعی برای خودش سبک ترید کردن محسوب میشه. یک سری الگوها هستش که احتمالا شما باشون آشناییت دارید، مثل همر و پینبار و هنگینگ من و غیره، شوتینگ استار و این داستانا. خیلی الگوهای متنوع و زیادی داره، ولی خب واقعیت اینه که عملا الان دیگه منسوخ شده است این سبک ترید. یعنی حداقل چیزی که وجود داره اینه که شما اگر دارید اینجا با این سبک هم ترید میکنید، باید یک سری مفاهیم دیگه مثل عرضه و تقاضا، ساپلای دیمند و ساپورت رزिस्टنس و اینا رو اضافه بکنید تا نتیجه بهتری بخواید ازش بگیرید. ما خیلی جزئی تر به این مفاهیم میپردازیم که اصلا این الگوها کجا اومدن و کاربردشون چیه و بعدن شما متوجه میشید که ما اصلا نیازی به دونستن این اسامی نداریم و نیازی نیست اینا رو حفظ کنیم و در واقع مفاهیمی که از هر کدوم از این الگوها استخراج میشن چیزیه که شما با دونستن چارت کندل استیک و یاد گرفتن مفاهیم مارکت خودتون میتونید استخراج بکنید. حالا کندل استیک رو ما چجوری اصلا میخونیمش، چجوری استفاده میکنیم، هر کندلی که به ما نشون بدن چه چیزایی رو بهمون نشون میده؟ خب همونطور که توی شکل براتون مشخص کردم، ما یه اوپن داریم، یه کلوز داریم، یه های و یه لو. کندل ما به دو نوع نمایش داده میشه که در واقع بولیش و بریش محسوب میشن. کندل بولیش یا کندل گاوی کندلیه که سعودی هستش، اصولا توی چارت معمولی. من اینجا رنگ‌ها رو عوض نکردم که در واقع طبق اون چیزی که گفتم رنگ‌های خنثی استفاده بکنید، این کارو نکردم که حالا برای آموزش شما گیج نشید. کندل سعودی به صورت نرمال به رنگ سبز نمایش داده میشه و کندل نزولی یا بریش به رنگ قرمز. در بالا و پایین کندل استیک ها اصولا ما یک سری خط میبینیم که در واقع شادو هستن. همونطور که علامت زدم، شادو یا ویک اون در واقع خط مشکی رنگی هستش که بالای بدنه کندل ها یا همون بادی کندل وجود داره و بالای شادو در واقع جاییه که ما های کندلمون رو داریم و پایین شادو جاییه که لو رو داریم. ممکنه که شادو به وجود نیاد، یعنی صرفا یه دونه بادی وجود داشته باشه یا در بالا و پایین فقط یک طرف ما شادو داشته باشیم. و در واقع شادو نشان دهنده چیه؟ خب همونطور که میبینید روی در واقع تصویری که براتون به نمایش گذاشتم، توی کندل در واقع سعودی اوپن رو ما از پایین نمایش دادیم، جایی که مارکت باز شده.
یعنی قیمت از اونجا شروع کرده به افزایش پیدا کردن. های ما و لوی ما توی مدت زمانی که بین اوپن و کلوز ما وجود داشته به وجود اومدن. این یعنی چی؟ یعنی اگر فرض رو بر این بذاریم که هر کدوم از این کندلایی که اینجا داریم در واقع نشون میدیم کندل 15 دقیقه‌ای باشن، بین فاصله در واقع اوپن تا کلوز ما 15 دقیقه زمان داشتیم. اوپن رو جایی در نظر میگیریم که قیمت در واقع اون کندل شروع شده به تشکیل شدن و کلوز رو جایی در نظر میگیریم که در واقع زمان 15 دقیقه تموم شده و ما میخوایم بریم به کندل بعدی. های و لو نواحی هستن که توی اون مدت زمان 15 دقیقه ما بهشون رسیدیم، ولی با توجه به اینکه قیمت دوباره حرکت کرده، حالا از های اومده پایین تر و یا از لو رفته بالاتر، ما به صورت شادو نمایششون میدیم. پس شادوها برای ما نشان دهنده رسیدن قیمت به یک سری نواحی هن که در واقع خریدار و فروشنده نتونستن اون نواحی رو حفظ بکنن و قیمت باز برگشته پایینتر یا بالاتر. حالا توی چارت مفصلا به همه اینا میپردازیم. اگر 1% اینجا متوجه منظور من نشدید خیالتون راحت باشه، خیلی مفاهیم ساده ای هستن. و توی بریش هم به همین نحو، یعنی ما های و لو اوپن و کلوز رو داریم. همونطور که میبینید توی کندل نزولی اوپن ما بالاتر از کلوز قرار داره و توی کندل صعودی اوپن ما پایینتر از کلوز قرار داره که خب مفهوم خیلی ساده ایه. یعنی زمانی که مارکت باز شده قیمت اگر بالا رفته باشه اون کندل صعودیه و کلوزش طبیعتا بالاتر از اوپن قرار میگیره و اگر مارکت نزولی بوده باشه کلوز پایینتر از اوپن قرار میگیره. حالا ما کندل استیک ها رو توی تایم فریم های مختلف میتونیم به شکل های مختلف ببینیم و همونطور که گفتیم دیتا های جزئی تری رو میتونیم توی تایم فریم های پایینتر پیدا کنیم. من اینجا یه تایم فریم 5 دقیقه و تایم فریم 15 دقیقه رو کنار هم دیگه قرار دادم. ابتدای در واقع کندل استیک های 5 دقیقه ما میشه ابتدای کندل استیک 15 دقیقه. پس جایی که در واقع اولین کندل 5 دقیقه من شروع شده اوپن 15 دقیقه من هم شروع شده. همونطور که میبینید اوپن ها رو علامت زدم براتون و کاملا مشخصه که مفهومش چیه. توی جایی که در واقع کندل استیک های 5 دقیقه ما تموم میشن، یعنی سومین کندل که میشه 5 دقیقه آخر تایم فریم 15 دقیقه، کلوز ما هم مشخص شده. یعنی جایی که قیمت در واقع کلوز داده میشه توی همون 15 دقیقه هم ناحیه کلوز ما که علامت زده شده. سقف و کف ما هم با توجه به اینکه توی اون تایم فریم 5 دقیقه از بین این سه کندل چه نواحی دیده شدن در بالا یا پایین برای ما مشخص شده. پس پایین ترین ناحیه‌ای که توی این سه تا کندل دیده شده و بالاترین ناحیه‌ای که توی این سه تا کندل دیده شده به ترتیب برای ما لو و های کندل 15 دقیقه‌مون رو تشکیل دادن. فکر میکنم که واقعا واضحه، یعنی نیاز به توضیح بیشتر اصلا انقدر که ساده است این مفاهیم توضیح دادنش یه مقدار سخته، ولی اصلا نگران نباشید. روی چارت در واقع توی پارت دوم که روی چارت میریم کاملا اینا رو باز دوباره بررسی میکنیم، همش مشخص میشه. اونجا میخوایم پین بار و دوجی بار و اینا رو هم کاملا شرح بدیم که چی هستن و در مورد قدرت کندل ها صحبت کنیم. در همین حد که ما با تئوری به صورت خلاصه وار اینجا آشنا بشیم به نظر من برای این ویدیو کفایت میکنه. اگر سوالی چیزی داشتید بپرسید توی بخش کامنت ها یا توی حالا تلگرام اگر به بنده ارتباط دارید اونجا پاسخگو خواهم بود و اینکه در واقع فکر نمی کنم که واقعیت مشکلی ایجاد بشه براتون. خسته نباشید، تا ویدیوی بعدی بدرود.